سلام مرنا جون. من ابروام به خاطر اینکه چتری دارم خب همیشه اینجوری رو به پایینه. خب بعد اینکه وقتی هم که میخوام جل میزنم و اینا چون خب هی میچسبه بهش و اینا خیلی اذیتم. بعد اینکه من مدام چون همیشه اصلاح ابروام مثلا هیچ کاری چیزی داری من از شر این ابرو راحت شم؟ خب عزیزم، من بهتون لیفت رو پیشنهاد میدم که هم ماندگاری زیاده، بین 4 تا 5 هفته ماندگاری داره، آسیب نمیزنه به موهات، به موهای ابرو، تازه تقویتی و رشد رو انجام میده. حتما لیفت ابرو انجام بدید. وای باورم نمیشه. دیدی چقدر خوب شد؟ خیلی خوب هم ابروات شد. پهن‌تر شد، پاشوری شد. خیلی فوق‌العاده. باورم نمیشه چتریم رو ابروام اینجوری نیست. عزیزم خیلی خوشگل شد مرینا جون. مبارکت واقعا باشه. ممنونم. دیگه از این به بعد هر ماه میام ستون لیفت میکنم.